برای آسیب دیده‌های سیل کمک رسانیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی کشور با دستگیری یک قطار سازمان‌های بین‌المللی به آسیب دیدگان ناحیه وخش واسع کمک‌های غذایی و غیر غذایی رسانیدند. به خصوص جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای نزدیک به 200 عائله از سیل آسیب دیده یک مقدار بسته‌های بهداشتی، اسباب‌ها برای آشخانه و لوازمات دیگر روزگار کمک کرده است. این کمک‌ها به واسطه تکنیک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی کشور به محل‌های آسیب دیده رسانیده و به مردم احتیاجمند تقسیم کرده شد.